ان الله معنا، ضمیر جمع متکلم مع الغیر، خدا همراه من و تو هست. اگر من و تو دو نفر هستیم، سبب من و شما خدا هست. لا تحزن، برای من غمگین نشو که مرا شبیخون میزنه. خدایی که خالق آفتابقه زمین و آسمان است، پای مرد میترسو. ای دین ملول مباش، الله اکبر است. ای دین، ای کسانی که ای سود میترسید، ای کسانی که از دیگران میترسید، لایق ترس خداست. مردم لایق ترس کیه؟ خدا. کی دو چشم زیبا داد، کی دو گوش شنوا داد، کی قلب سلیم داد، کی عقل سلیم داد، کی جسم و روح روان برای شما بخشید. چرا از الله نمیترسید، از غیر الله فقط میترسید؟ از الله بترسید. ای دل ملول نباش که الله اکبر است. دشمن اگر قوی است، نگهبان قوی تر است. والله بالله تالله روی گردونهای مثل که تابوتی من سواره میارن، افسوس میکنه که چرا ترسیدم، چرا بزدل شدم، چرا از غیر الله ترسیدم، چرا حق را زیر پا کردم، چرا حق را کتمان کردم. از الله بترسید عزیزانی. همیشه الله جلوی روی کشت قرار بده که اون نظارگر شما هست. ای من از علما خواهش میکنم، التماس دارم، دین را غریب نگاه ندارید. عالم باید به ترس باشد، عالم باید حراست نداشته باید، عالم باید فقط از رب العالمین بترسد. دین را همیشه قایم نگاه بدارید، چون محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم شما را معرفی کرده است. العلماء ورثة الانبیاء. وقتی که دانشمندان و اندیشمندان و نخبگان دین را میراث بران انبیا در رأس محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم معرفی کرده است، مسئولیت من و شما بسیار سنگین است. شما نترسید، شما از قانون الله